سرخط خبرها حبس یعقوب جان یوسفزاده شهروند تاجیکستان در رابطه با قضیه کروکوس. شهادتنامه رانندگی تاجیکستان در روسیه دیگر اعتبار ندارد و پیشنهادی وزارت کارهای داخلی روسیه مهلت بودوباش خارجیان 90 روز کم کرده شود. سلام بیننده های عزیز و برنامه نویدی با امدادی خوش آمدید. دوامی چند دقیقه بعدی شما را با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان آشنا میکنیم. امروز سه‌شنبه 2 اپریل. دادگاه ناحیه بسمانی شهر مسکو روز 1 اپریل یک زاده دیگری تاجیکستان را در پیوند به حمله به تالار کروکوس سیتی هال تا 22 می امسال به حبس گرفت. کمیته تفتیشاتی روسیه یعقوب جان یوسفزاده را به آن متهم کرد که چند روز پیش از حمله برای تامین گمانبران با جای توسط کارت بانکی به یک شریکش پول فرستاده است. مفتشان گفتند یک قسم پول بعد از صادر شدن جنایت به حساب یکی از حمله‌وران گذرانده شد. تصدیق آن از منابع دیگر امکان پذیر نیست. دفتر مطبوعات دادگاه بسمن خبر داد که نسبت به یعقوب جان یوسفزاده بر اساس بند ب قسم 3 ماده 205 کدکس جنایی روسیه یعنی عمل تروریستی عیب اعلام شده است. مرافع پس درهای بسته گذشت و نظر خودش یا نزدیکان و وکیل مدافع و جزئیات پرونده دسترس نیست. صحیفه مش در تلگرام نگاشته است که یعقوب جان یوسفزاده هنگام عملیات نلیگال و تصادفاً روز 26 مارس دستگیر شده، سپس رابطه‌اش با حمله‌وران آشکار گشته است. به اطلاع دریافتی رادیو آزادی یعقوب جان یوسفزاده 25 سال دارد، اولادار و صاحب 3 فرزند است. هنگام بازداشت در ساختمان کار می‌کرده است. از این به بعد شهادتنامه رانندگی تاجیکستان در روسیه اعتبار ندارد. شروع از دیروز یعنی 1 اپریل در روسیه تغییرات به قانون فدرالی درباره بی‌خطری حرکت در راه مورد عمل قرار گرفت. قانون تغییرات زیادی از جمله سپردن امتحان، سنگین‌تر کردن جزا برای در حالت مستی اداره کردن اتوماشین و غیره داخل دارند. یکی از تغییرات مهم به آن داخل دارد که اعتراف نشدن شهادتنامه‌های رانندگی ملی و بین‌المللی آغاز می‌گردد. مؤلفان تغییرات در قانون گفتند هرچند رانندگان دارای شهادتنامه خارجی یا بین‌المللی علاقه تجربه عملی اداره را داشته باشند هم، اما قاعده های حرکت در راه در کشورهای گوناگون فرق می کند. مثلا علامت های راه یا نشان دهنده ها. از این رو برای خارجیان بهتر است که خصوصیت ها و قاعده های حرکت در راه محلی را آموزند. همچنین به گفته مؤلفان حالت های کم نیستند که رانندگان دارای شهروندی روسیه ولی با شهادتنامه رانندگی خارجی از معاینه حتمی طبی خودداری می کنند. شهروندان روسیه باید هر 10 سال یک مرتبه از آن گذرند، لیکن خارجیان بدون آن سنجش از حجت‌های خود در روسیه به مهلت استفاده می‌برند. حامیان حقوق لطوکوب و شکنجه بعضی از گمانبران حمله به تالار کروکوس را تنقید کرده درستی اقرار آنها را زیر سوال بردند. چند روز قبل سازمان دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch شکنجه گمانبران بازداشت شده به اتهام حمله در مسکو را محکوم کرد. نوار گوشبری و گذاشتن برق به عضو تناسل یک گمانبر حمله شروع از 23 مارس در صفحه تلگرام کانال وابسته به اداره های حفظ قانونی روسیه به چرخش درآمد. در مرافع دادگاهی 24 مارس به نوشته این سازمان 4 نفر با نشانه های خیلی روشن شکنجه و لطوکوب حاضر شدند. همکاران ما این دفعه از ساکنان و حقوقشناسان پرسیدند که برای بازپرسی گمانبران از کدام شیوه پرسش باید استفاده شود و چرا آنها شکنجه شدند. پاسخ آنها را یکجا می‌بینیم. اول پرسش کنن که امی چی خیر شد با جزاش بتیان. جزا اول پرسش نکرده و جزا دادن و یو. مناسبتش بعد این حقیقت نیست ده. مثلا اول باید تصدیق کنن گناهش بعد وای کنن جزا باید یعنی. لیکن اینجا ما هیچی گفتن نمیتونیم با خلق. شاید همین کردار در ترکیبش طبیعت جنایت داشته صادر شد، ولی به هر صورت باید اصول احتمالیت بیگناهی رعایت شود و اول چند روز که در مقامات تحقیقات پیشکی و در حال حاضر در مقامات تفتیشاتی قرار دارد با رعایت
صنعت‌های حقوق بین المللی که روسیه نیز آنها را اعتراف کرده است و قسمی ترکیبی نظام قانونگذاریش می باشد، یعنی بدون استفاده شکنجه و دیگر حالت‌های پس زننده اعتبار او در رابطه با منصوبیت دینی، ملی و غیره، بیانات‌ها و نشاندادهاشان با دلیل گرفته شود، شفاف باشد، زیرا که این حادثه علیه با افکار بین المللی تاثیر گذرانید و قریب سازمان بین المللی و نهادهای رسمی دو جانب یعنی روسیه و تاجیکستان نماندند که اظهار نظر کرده باشند و جامعه شهروندی نیز. بنابراین باعث تأسف است که از لحظه اول بعض اشتباه‌ها و خطاگی‌ها که برخلاف آداب کسبی راه داده شد. مثلا آنها مورد شکنجه قرار گرفتند، بدون حکم سود و ماهیتاً بررسی نمودن در مرافعه ها با اشتراک نمایندگان وکالتدار و با صلاحیت سفارت تاجیکستان در قلمرو روسیه که بگذار فرض کردیم اونها همین کردار صادر نمودند، ولی از لحاظ امنیت، درک و احساس وطنداری که تحت حمایه دولت تاجیکستان قرار دارند بررسی میشد. اما وقتی که گوشی بریده، لب و لنج دریده طریق منبع‌های اطلاعاتی گوناگون دسترس جامعه جهان شد، این از خللدار گردیدن و دغلانه ویران شدن صنعت‌های حقوق بین المللی در رابطه به مناسبت با بازداشته‌ها، عیبدار شونده، گناهکار و سود شونده شهادت می‌دهد. Не доказанные вещи нельзя трогать. برای доказать, но когда чихел шиканҷаш мети, азобш мети. Пушкуда ака вай, якмушки яроқа дастш да гирифт ва уже ва ҷавоб те барои ин гап. Ака ва Руслан вай кора дидан ҷалшон омадай да. Ака вай вақти допрос, вақти судбозӣ, вақти вай ин политика ина хчо надонах غیر قابل قبول هست، این غیر قانونی هست، برخلاف تمام مقررات های قانونگذاری بین المللی، کنونسیا ها، شرطنامه های بین المللی، برخلاف خود سرقانونی فدراسیون روسیه است، برخلاف من همین ماده 286 کودکس جنایتی فدراسیون روسیه هست و دیگر و دیگر. باید تاکید نمایم که در مناسبت میان دو دولت نابسته از اقتدار اقتصادی، امکانیت های حربی، موقع جغرافی و دیگر شرط و عامل ها برابری همچون سوبیکت کامل حقوق مناسبت های بین المللی رعایت شود همه وقت. از این خاطر موافق مقصد می بود که در حال بعد مقرر نمودن هویت همین چند نفری که شهروند تاجیکستان هستند، سفارت تاجیکستان را در جریان می‌گذاشتند و سفیر تاجیکستان شخصان علاهیده وکالتدار و با صلاحیت را تامین می‌کرد تا که با حضور خود باعث درک بیشتری مسئولیت از جانب نهادهای مربوطه روسیه می‌شد. وزارت کارهای داخلی روسیه تهیه طرح قانونی را به انجام رسانید که قانونگذاری مهاجرت را در این کشور سنگین تر می کند. از جمله در طرح نوی قانون پیشنهاد شده است که مهلت بود و باشی شهروندان خارجی در کشور بدون روادید تا 90 روز در یک سال کم کرده شده، آنها موظف شوند تا معلومات بیومتری را پیشنهاد کنند. در این باره ایرینا ولک نماینده دپارتمنت خبر داده است. با اطلاع منبع پروفیل رقمی شهروندان خارجی، نظام نظارت شونده بود و باش در روسیه برای یک قسم معینی شهروندان خارجی پرزور نمودن نظارت از بالای کارفرمایان، میزاجان کار یا خدمت رسانی که قوه کاری خارجی را جلب می کند از اقدام های دیگری وزارت کارهای داخلی گفته می شود. اینچنین هنگام وارد شدن به روسیه شهروندان خارجی در برابر پیشنهاد معلومات بیومتری باید شرطنامه صداقت امضا کنند که در آن مهاجران را هشدار می دهد که در صورت ویران کردن قانونها
حقوق ورود به کشور محدود کرده می شود. بر اساس این طرح هم دادگاه ها و هم مقامات اجراییه می توانند شهروندان خارجی را از روسیه اخراج کنند. بعضی از مهاجران میگویند پس از حادثه حمله خونین در مسکو سنجش و بازداشت و اخراج افزوده، مناسبت مردم و کارفرمایان با آنها در روسیه تغییر یافته است. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می‌دهد. دوم اپریل به شرف زادروز هانس کریستیان اندرسن افسانه‌نویسی معروف جهانی روز بین‌المللی کتاب کودکان اید کرده می شود. در تاجیکستان که بیش از نصف اهالی تا 18 ساله است، کمبود ادبیات بچگانه به زبان تاجیکی و نبود کتاب‌های زمانوی از مشکلات جدی سال‌های استقلالیت دانسته می شود. یک مشکل جدی را در کمبود صفی نویسنده‌های چنین ادبیات هم می‌دانند. دوم اپریل سال 1935 را چون سنه افتتاح نخستین سیرک تاجیک در دوره شوروی مینامند. هرچند مردم قلمرو آسیای مرکزی با هنر گروه‌های خلقی دارباز و مسخره‌بازان و کرنه سرنای نوازان خیابانی از قدیم آشنا میباشد. بینای امروزه سیرک دولتی تاجیکستان آخر سال 1977 به کار شروع کرد و امروز هم از مؤسسه مهم نمایش و تشکل سیرک ملی تاجیک به شمار می‌رود. از دوم اپریل سال 2008 با قرار مجمع کل سازمان ملل متحد در سراسر جهان چون روز آگاهی از درخودماندگی یا اوتیسم برپا می شود. درخودماندگی یا اوتیسم خلل در رشد مغزی سر است که در شکل کمبود همگرایی اجتماعی و معاشرت افاده می شود. در تاجیکستان نه کمتر از 300 نفر تا 18 ساله گرفتار درخودماندگی یا اوتیسم به سر می برد. بانک ملی قرب اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است. روبل روسی نسبت دیروز به تغییر است و 1000 روبل به 118 سومانی عوض کرده می شود. 100 دلار به 1095 و 100 یورو به 1181 سومانی برابر است. این قرب رسمی است و از بانک‌های تجارتی فرق می کند. بیننده های عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. خبر و گزارش های بیشتر رو در سامانه و صفحه های اجتماعی رادیو زادی پیدا نمایید. تا فردا در همین وقت و ساعت خیر.